او جنبش زمین و دورزنی آن را در گرد محور خود 100 سالها پیش از گالیله تحقیق کرده و آموخته است. ابوریحان بیرونی، دانشمند تاجیک که سال 973 در خوارزم به دنیا آمده است. در همان زمان با دانش و تفکر فوق‌العاده، بیرونی مسافه بین زمین و آفتاب را با دقیقیت بلند حساب نمود و از اولین دانشمندان بود که درازی رادیوس زمین را با اصول تجربوی خیلی دقیق معین کرده است. با نظرداشت سهم این دانشمند تاجیک در علم بشری و اساسگذاری‌هایش در بخش‌های گوناگون علم، یونسکو سال 1974 هزار سالگی ابوریحان بیرونی را در سطح بلند تجلیل نمود. نخستین دانشمندی که جدول تریگونومتری را با دقیقیت بلند ترتیب داد، این دانشمند تاجیک ابوریحان بیرونی می باشد. محض او در جهان تریگونومتری سینوسی را همچون علم مستقل تهیه و اساس گذاشت. این فرزند دانشمند تاجیک همچنین در علم‌های استرونومیا، گئوگرافیا و کارتوگرافیا، ماتماتیکا و تریگونومتری، اتنوگرافیا و فرهنگ شناسی، فیزیک و طب ده‌ها معماهای علمی را بازگشایی نموده است. این است که ابوریحان بیرونی را اکثراً دانشمندان و عالمان لیوناردو داوینچی شرق می‌نامند.